تبریک میگم، تو برای نگهبانی توی شیفت شاه باغ و وحش سینا استخدام شدی. یه باغ و وحش به خاطر حیوانای خاصش خیلی معروفه، اما توی چند سال گذشته به خاطر چند تا شایعه خیلی خلوت شده. وظیفت ساده است، قفس‌ها رو چک کن، موجودی انبار و خوراک رو ثبت کن و از هم مهمتر به قوانین باغ و وحش پایبند باش. آن اول، توی قفس شماره 7 یه میمون سفید هست که با هیچ کس ارتباط نمیگیره. اگه بهت نگاه کرد حق نداری پلک بزنی، چون دیگه چشمات باز نمیشه. قانون دوم، هر شب ساعت 11:14 از قفس شماره 9 صدای ضربه میاد. بعد ضربه سوم بگو همیشه حق با توه و بدون اینکه پشت سرتو ببینی برگرد به اتاقت. قانون سوم، توتی‌ها شبها نمیخوابن، فقط گوش میدن و حرفا رو تکرار میکنن. اگه جلوی قفسشون صحبت کنی، این تویی که از فردا صحبت‌ها رو تکرار میکنی. قانون چهارم، توی انباری پشت محوطه یه یخچال قدیمی هست که هرگز نباید درشو باز کنی. مهم نیست صدای نفس کشیدن یا کوبیدن در ازش بشنوی. توی یخچال چیزهایی هست که هرگز نباید ببینی. در ضمن، تو میتونی برای شیفت بعدی یکی از دوستات رو انتخاب کنی. برای راهنمایی بیشتر فالوم کن. موفق باشی.